شما دقیقاً با خود شما خداحافظی کنیم. خداحافظی کنیم با پارچه های ساتن و چسبونی که اندام تو رو مینداختن بیرون. قشنگ ببینش، این پارچه ریزشیه، یه مقدار کشسانی داره، شکم و بازوهای تو رو کاور میکنه و اندام تو رو کشیده تر نشون میده. خداحافظی کنیم با لباسای تکراری واسه مهمونیاتون. این لباس مدل یقش رپ یا ضربه دریه که شکم و پهلوهای شما رو کاور میکنه. این لباس آلاین فون یا کمر امپایره که کمربند میخوره توی کار. تازه ببینین وقتی کمربندشو بستم چقدر کمرمو باریک‌تر کرد. خداحافظی کن با دائما مشکی پوشیدن. یه خانم پلاس سایز علاوه بر رنگ مناسبی که برای خودش انتخاب میکنه، انتخاب پارچه خیلی مهمتره. مثل این پارچه حریر لایه‌ای که اندام تو رو کشیده تر نشون میده. و نکته و استایل آخر، این پانچ مجلسی مخصوص تمام اندام هاست، حتی تو وسواسی.